بینندگان عزیز، علی جان علیف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی TM کالج می باشم. چگونه که درس پیشینه ما درباره جمله های سوالی بود و در آن ما به شما وعده کردیم که درس من بعد ما درباره جمله های question word یعنی WH question word میگذرد. اینک امروز ما تصمیم گرفتیم که درس امروزه خود را درباره کلمه های سوالی در زبان انگلیسی، چگونه کلمه سوالی در زبان انگلیسی یا اینکه چگونه جمله های کلمه های سوالی دار را در زبان انگلیسی چگونه میدهند ما به شما خب تعلیم دهیم، آموزانیم. خب چگونه که در زبان تاجیکی ما کلمه های سوالی داریم به مثل چی، کی، کجا، چرا، برای چی. این گونه سوال های کلمه های سوالی در زبان انگلیسی نیز موجود است. خب دقت خود را به دست میکنیم. اینجا مثلا برای مثال در زبان انگلیسی کلمه سوالی چی، در زبان تاجیکی در انگلیسی what، کی، who، where، در کجا، با کجا، از کجا، when، کی، why، برای چی، how old، چند ساله، how many، چند تا، how much، چقدر. ما با این سوال ها، با این کلمه های سوالی ما سوال های گویم که زیاده میتونیم دادن. مثلا ما میتونیم با کلمه سوالی what خب درباره چگونه پرسیدن رقم تلفن، چگونه پرسیدن نام، چگونه پرسیدن سراغه و دیگرها رو بپرسیم. خب اینجا ما کمی سوال خب گویم که نوشتیم. مثلا چگونه ساختن گویم سوال های انگلیسی در زبان انگلیسی این مشکل نیست. در اول به شما لازم است تنها کلمه سوالی را در مد اول گذارید. مثلا what چی، بعد از آن حتما فعل to be می بیاد، یا اینکه am، یا اینکه as، is، یا اینکه are. حتما what در اول، کلمه سوالی what در اول، بعداً am، is، are. یکی از اینها رو شما میتونید مانید. این وابسته به سوال دهیتون است. مثلا شما چی سوال دادن میخواهید. خب برای مثال میگیریم اینجا what بعداً فعل to be is، بعداً یا what چی is است یا از آن تو. برای مثال what is your name، نام تو چیست. What is your surname؟ فامیلی تو چیست؟ What is your job؟ کسب تو چیست؟ What is your hobby؟ شغل تو چیست؟ What is your problem؟ معمای تو چیست؟ What is your phone number؟ رقم تلفن تو چیست؟ یا رقم تلفن تو چند است؟ What is your room number؟ رقم خانه چند است؟ What is your car number؟ رقم ماشین چند است؟ What is your favorite food؟ خوراکی دوست داشته تو چیست؟ What is your favorite film؟ خب کینوی دوست داشته تو چیست؟ What is your favorite book؟ کتابی دوست داشته تو چیست؟ What is your favorite subject؟ فن دوست داشته تو چیست؟ و دیگر سوال ها را شما دادن تا ممکن. خب با طریق what ما میتونیم دیگر سوال مثلا بگیم درسای من بعدا می رود، پیشکی به شما کمی معلومات میدیم. درسای من بعدا می رود خب درسای من بعدا ما درباره زمان حاضره. وقتی که ما در زمان حاضره خب در زبان روسی میگن نستاشی время، خب در زبان انگلیسی present simple، ما میتونیم طریق what در زمان حاضر سوال دهیم. مثلا what do you do، یا اینکه what do you ask، چی میپرسی، what do you like، چی رو دوست میداری، what do you want، چی میخوای. این گونه سوال ها دادن ممکن است. خب دقت میکنیم who، ما who کی میشه در زبان انگلیسی. خب ما who کتی فقط انسان میپرسیم. مثلا ما what کتی اشیا پرسیم، اگر ما who کتی آدم میپرسیم، شخص میپرسیم. who کیست، am، are، is. who بعد از حتما کلمه سوالی حتما فعل to be می آید. who am I؟ who am I؟ من کیستم. who are you؟ تو کیستی. who is he؟ آن کیست. why کیست. who is she؟ کیست. زن رو میپرسیم. who is he؟ مرد. why کیست. why مرد کیست. who is she؟ زن کیست. who are we؟ ما کیستیم. who are you؟ شما کیستید. who are they؟ آنها کیستند. برای مثال
اگر شما با زبان انگلیسی گپ زدن خواهید، در شما رو یگان نفر تق تق میکند. شما در سوال میتید Who are you؟ تو کیستی؟ Who are you؟ جواب دادن Who are you؟ برای مثال I am a police. من پلیس هستم. یا اینکه سوال میدیم Who am I؟ Who am I؟ Who am I معنایش من کیستم. در جواب باید شما You are a teacher. خب برای چی وقتی که ما میپرسیم Who are you؟ I رو استفاده میبریم Who am I you رو. برای اون که وقت اگر دیگه کنید Who am I معنایش من کیستم. در جواب You are a teacher. تو معلم هستی یا اینکه شما معلم هستید. خب Who are you؟ تو کیستی؟ I am a police. من پلیس هستم. Who is he؟ He is a student. Who is she? She is a doctor. Who are we? You are teachers. شما معلم هستید. Who are you؟ شما کیستید؟ We are doctors. حتما وقتی که Who are we سوال که شد جوابش You are. Who are you سوال که گذاشتیم جوابش We are. Who are they؟ آنها کیستند؟ They are footballers. They are teachers. They are students. خب این بود درباره چگونه سوال دادن با زبان انگلیسی با کلمه what و با کلمه who. ما میتونیم باز بپرسیم با کلمه who دیگر سوال ها رو. مثلا برای مثال who is your خب کی است؟ Who is your father؟ پدری تو کیست؟ Who is your teacher؟ آموزگاری تو کیست؟ Who is your brother؟ برادری تو کیست؟ برای مثال سرشمار کلمه است. Who is your uncle؟ تقی تو کیست؟ Who is your doctor؟ دکتر تو کیست؟ Or who is your neighbor؟ همسایه تو کیست؟ خب Who is your favorite singer؟ سراینده دوست داشته تو کیست؟ و دیگر سوال ها. با شما تنها لازم است کلمه who بعدن فعل to be is بعدن یا. از اون تو ما میتونیم بگذار در اینجا مونیم who is his از اونی وای. Who is her از اونی Who is your father؟ پدری تو کیست؟ Who is his father؟ پدری وای کیست؟ Who is her father؟ پدری او کیست؟ یا اینکه Who is your teacher؟ معلمی تو کیست؟ Who is his teacher؟ معلمی وای کیست؟ Who is her teacher؟ زن رو پرسیده شدن معلمی او کیست؟ خب Who is your uncle؟ تقی تو کیست؟ Who is his uncle؟ تقی وای کیست؟ خب و دیگر سوال ها. خب اینجا میگذاریم به قسمتی when. ما میتونیم طریق با کلمه when وقت رو بپرسیم. برای مثال when کی when is your زادروز when is your birthday؟ زادروزی تو کی است؟ یا اینکه when is your wedding day؟ توی تو کی است؟ یا اینکه when is your exam؟ امتحانی تو کی است؟ یا اینکه when is your lesson؟ درسی تو کی است؟ و دیگر سوال ها را ما طریق when پرسیده میتونیم. دیگر خب how old ما میتونیم تنها در همین جا how old رو گذاریم میشود سوال. How old is your father؟ پدری تو چند سال است؟ How old is your teacher؟ معلمی تو چند سال است؟ How old is your brother؟ خب برادری تو چند سال است؟ ما میتونیم بپرسیم how old is your girlfriend؟ Okay. How old is your girlfriend؟ دوست داشته تو چند سال است؟ این برای پسرها.
How old is your boyfriend? خب دوست پسری تو چند سال است؟ و دیگر سوال ها ما میتونیم بپرسیم. خب اینجا برای مثال How old am I? من چند ساله هستم. How old are you? تو چند ساله هستی؟ How old is he? وای چند ساله است؟ How old is she? او چند ساله است؟ اوکی؟ برای مثال شما میخواید ماشین رو بپرسید، خانه رو بپرسید. How old is it? It معنی اشیا رو دارد. How old is it? این چند ساله است. برای مثال How old is your mobile phone? تلفنی تو چند سال دارد. How old is your car? ماشینی تو چند سال دارد. و دیگر سوال ها. اینجا ما داریم how many چند تا، how much چقدر. برای مثال How many brothers do you have? چند تا برادر تو داری. How many sisters do you have? چند تا خواهر تو داری. How many questions do you have? چند تا سوال تو داری. یا اینکه طریقی how much ما میتونیم نرخ رو بپرسیم. How much is it? این چند سوم است. How much is apple? سیب چند سوم است. How much is your mobile phone? تلفن چند سوم است. خب باوری داریم درس امروزه ما با شما پسند آمد و امیدواریم که شما بعضی چیزها رو از خود کردین در این درس. و بعد این درس ما با شما یک دو نوارهای خوردکک رو میگذاریم که چگونه سوال دادن، مثلا یک دو تاپیک های خوردکک می شود، چگونه سوال میدهیم و چگونه جواب میدهیم. مثلا میپرسیم که نامی تو چیست؟ نامی من فلان است. خب شما چی خیلی هستید؟ من خوب هستم. و شما چی خیلی هستید؟ این گونه ما تاپیک های خورد رو برای همین درس که تعلق دارن برای شما پیشکش میکنیم و امیدواریم که از این درس شما بهره میبردارید. و اگر یگان سوال درخواست شما پیدا کنید حتما در کامنتار حتما نویسید، یا اینکه یگان نفهمی باشد حتما نویسید. حتما ما کوشش میکنیم درس این بعد رو شوقمندتر گردانیم تا اینکه با شما پسند آید. خب بعضا وقت در درس ها شما میبینید که جمله های گوییم سوال های خب بسیار ادبی می شود. درس های این بعد ما کوشش میکنیم که خب درس ها رو گوییم کمتر ساده فهمتر بکنیم که متر شود. و حتما آن را گفتنیم که این گوییم درس ها رو با دیگران نشان دادن رو فراموش نکنید تا اینکه آنها از این درس ها بهره بردارند. و در آخر گفتنی اون هستیم که نفرانی که ما رو نو تماشا میکنند درس های اول رو حتما تماشا کنید، چون که درس های ما زینه به زینه می رود و درس ها به یکدیگر علاقمند هستند. خب پیوست شدن رو با شبکه ما حتما فراموش نکنید و در آخر پخش زنگوله رو نیست فراموش نکنید.